با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، زن وزیر بهداشت هستم. حالا باز دوباره همه چیتون مثل که درست شده، وضع دلار و زندگیتون و خرج خونه‌تون و غذایتون و نون و خشکتون همه چی درست شده. حالا ول کردین و چسبیدین به شوهر بدبخت من، چی کارش دارین؟ مصاحبهشو دارین همه چی پخش و پلا میکنین، راجبی صحبت میکنین به شوی من، چی کارش دارین؟ چیز بدی نگفت، گفتش که ما نمیتونیم میلیاردها دلار خرج کنیم که خرج دوای شما بشه 2 سال دیگه زنده بودیم. خب راست میگه، 2 سال دیگه زنده باشه، برای چی زنده باشین؟ حالا که زنده از این کجا گرفتین؟ بریم میلیاردها دلار خرج کنیم، بریم دوا بگیریم از کافران بدیم به شما که شما 2 سال دیگه هم زندگی کنید. خب نکنین. چیز به چه حرف بعدی نزده. تازه شوهر من تفلک خود دکتراشو از همین دانشگاه کوچلی گرفته دیگه. خب اونم راستش بخواد دور حرم خریده چیزشو، دکتراشو. خب زیاد نمیفهمه، اذیتش نکنین. دور خدا چی کارش چیز بدی نگفت. شما اگه دقت کرده باشید در تاریخ، کتابای تاریخ خونده باشید، اصلا هیتلر اصلا همه عقب مونده ها رو میکشت. میگوست عقب مونده ها اصلا همه باید بمیرن. حالا این حرفو نزده هنوز، فقط گفتش که به درکی میخواین 2 سال دیگه زنده باشین. میخوام نباشین. ما نمیایم میلیاردها دلار بریم دوا بخریم بیاریم اینجا بدیم که شما حالا بخورید 2 سال دیگه هم حالا زنده آیا باشید آیا نباشید. چیز بدی نگفت که شما بامبول در وردید و هوچی بازی داری از خودتون در میارید. اگه الان ما بریم این میلیاردها دلار بریم دوا از خارج بیاریم بدیم به شما بخورید که 2 سال دیگه زنده باشید، وقت ما چجوری بریم پولا رو ببریم استرالیا، مثلا آپارتمان بخریم یا بهترین خودروها رو برای بچه‌هامون بخریم؟ ما چجوری زندگی کنیم؟ شما فکر زندگی ما نیستین؟ ملت نمک نشناس، من فکر خودتون هستی که الان 2 سال دیگه زنده باشید یا نباشید. میخوام به درک نباشید. بچه بیماری متعدد هست. یه بیماری که نیستش که حالا we focus on one sickness. یه بیماری که نیستش که شما مرض زیاد دارین، کرم زیاد دارین، کرم میریزین، مرض دارین، مرض روانی، جنسی، توسی، انواع اقسام مرضا دارین. به کدوم یکی شما دقت کنین؟ برای کدوم یکی از این مریضی های اینا ما بریم میلیاردها دلار پول خرج کنیم؟ خب بگید دیگه. نه چیز بدی نگفت تفلک. خواهش میکنم ملت نمک نشناس برید با خودو فکر کنید. شما جای ما بودید میرفتیم میلیاردها دلار. بچه ما کافرین هستن که مثلا میرن مطب دامپزشک التماس میکنن، میگن تو رو خدا آقای دکتر سگ من 2 سال دیگه زندگی کنم. خانواده هایی که به این بیماری مبتلا هستن، فرزندانشون بالاخره گرفتاری دارن، میگن وزارت بهداشت نسبت این موضوع کمکی نمیکنه، حالا به رسمیت نمیشناسه این بیماری رو و اجازه واردات این رو نمیده، واردات دارو بیماری رو نمیده. حالا این خیلی خوب، حالا مردم ایران اجازه میدن که برای افزایش 2 سال 3 سال عمر خلاصه ما بریم هر سال 1 میلیارد تومان هزینه کنیم. اگه اجازه رو میدن معنیش اینه که از یه جای دیگه بود بریم بزنیم. ما از این بیماریات متعدد داریم، هزینه‌های فوق‌العاده زیاد، در عین حال طول عمر پایین. بخشی از اینا به نظر من یه همچین طول عمر پایین یعنی چی؟ یعنی این نوع بیماری چندان دوامی نداره مثلا بیمار؟ بله، حالا شاید الان درست نباشه ما بله. تلویزیون هم بگیم بعضی از این بیماری ها تو عمرشون محدوده و چقدر دردناک. بله، و این خب دردناکه، اما بالاخره اتفاق افتاده توی خانواده. من الان موندم بین این که برم شیر خشک رو تامین کنم، واکسن رو تامین کنم، داروی یک کسی که حیاتش در طول زمان بستگی به این هست که من این دارو رو در اختیارش قرار بدم تامین کنم، یا یک کسی که ممکنه کلاً این دارو